بابا اگر که دلت بخواد یک چیزی رو به زندگیت اضافه بکنی که از دستش دادی که حالت بهتر باشه و شادتر باشی، اون چیه؟ پدرم. حسرتی داری در دل؟ نمیشه با تقدیر جنگید، ولی یکی از حسرت هم اینه که طعم پدر رو خیلی نچشید. در یه روزی پدر بالا سرش نباشه بهش بگم چه اتفاقی میفته. چی میشه؟ پدر بالا سرت نباشه نابود میشی مجید نابود میشی. مجید، من یکی از حسرت‌های زندگی اینه که تو تایم که احتیاج به پدر داشتم نداشتم. دلم برای بابام تنگ شد. فهمیدم نیست. بابا نداشتن چه شکلیه مگر نیست؟ یه چیزی اصطلاحی به کار میبرن کن خاک سرده، مهر رو میبره فلان، اما اون غم هنوز دیدی یه زخمی اجاست، بعد روشو میکنی باز تازه میشه. نبودن پدر من زخمه برای من، زخمی که گاهی روش کنده میشه.